بزرگترین و خفن‌ترین تجهیزات نظامی دنیا، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان USS جرالد آر فورد با 337 متر طول و 76 متر ارتفاع، بزرگترین و گرون قیمت‌ترین ناو جهانه که متعلق به آمریکاست. سوخت این گول بزرگ از طریق راکتور هسته‌ای تامین میشه که قوی‌ترین ناو هواپیمابر هسته‌ای جهانه و به یه سیستم فوق حرفه‌ای پرتاب هواگرد الکترومغناطیسی مجهزه که هواپیما رو به آسمون پرتاب میکنه. خودروی نظامی آمفیبیوس ریگ M30 یه وسیله نقلیه نظامیه که قابلیت حرکت در خشکی و آب داره، به همین خاطر بهش دزدیست هم میگن. تو جاده 4 چرخ بزرگ و قدرتمند وظیفه هدایت M30 رو بر عهده دارن و در آب هم 2 بخش پلمانن که از جنس آلومینیوم هستن از 2 طرف ماشین خارج میشن که M30 رو به یک کشتی کوچیک تبدیل میکنه و اگه چند تا M30 کنار هم قرار بگیرن و پل‌هاشون رو کنار هم قرار بدن یه جاده آهنی درست میشه. تجهیزات نظامی و سربازا میتونن از روش رد بشن و تا 200 تن هم وزن تحمل میکنه. M104 ولورین یه خودروی نظامیه که تبدیل به پل میشه، یه پل متحرک که به ارتش کمک میکنه بتونن خودروهای نظامی خودشون رو از بخش‌های مختلف عبور بدن. دو اپراتوری که داخل ولورین نشستن ماشین رو کنترل میکنن. وقتی که مکان مناسب برای نصب پل انتخاب کردن، میله‌ای مثل لنگر به زمین متصل میشه که ماشین از جاش تکون نخوره. بعد از اتصال پل ماشین از پل جدا میشه تا وسیله‌ها و خودروهای نظامی از روش رد بشن.